ای عزیزم امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلندان باشین. هموطن عزیز که باشی در سر یک مسئله یک پروفسور عالم شرق شناس غرب شناس شمال شناس نه بگیم جنوب شناس یک عالم ستاره شناس بگیم تاجیک ستاره شناس عالم تاجیک نامش خطا نکنم بلاس یا معلم به دست نامش از خاطر رفته جا که نامش هم بگیم عبدالله غرباتی بود چی میشه بدکاره چیم یعنی دیگه چیز بود نامش. شب اینترویو همون را در برنامه کتابخوان تماشا کردم. واقعا هم بگیم ما را هر جا آورد رساند همی کتابخانه من آورد رساند عالمامون معلم همی خلق عادی با همو زیایی میگه گفتی خودش زیایی ما را آورد در همین این احوال در رساند که نمی مردی کار کرد غلام کرد در بدر کرد با نمو گپی ملای می زیایی آمدیم همینجا شدیم تو این همی احوال شدیم. واقعا هم ما همیشه اوکو بیتم را تماشا کردم و خواستم بگیم که در همون چند گپی همه گپ شما اولش تا آخرش بگیم که ما میخوام قطعی همو گپ زنم بحث کنم. همو گفت که در دنیا نیست دیگر آدمی نمونده است که یعنی که در هم تاجیکستان نیست دیگر سیاستمدار آدم عالم نمونده است که نخیلی بحث کنیم. ما میخوام قطعی بحث کنم. ما رنگ طور 15 سال مکتب خوندگی نیستم اونیورسیته بیا ما قطعی بحث کنم بیا ما قطعی سوال جواب کنم. همین نیشش در سر دین ایستادگی است او خودش بود دین شناس بده است او خودش مسلمان میگه همین تومتا میگه ما خطر نابود شوی دینی داریم ما خطر نابود شوی دینی داریم ما خطر نابود شوی دینی داریم. ما که میگه دین شناس هستم این نوشرگی طوری دین شناس شوه با خدا قسم نوشرگی شوه که دین شناسی خونده دین شناخته نتونی. یعنی پرستوید که یک آدم بگیم که نمی 15 سال یک سوهر دمی خونه و بعد همون سوهر را نمیدونه اینمی عالمای ما همو هستن با خدا قسم همون تو چی نست. بیا برمیگردیم ما سر گپای او و بگیم که او چی میگه و ما برای شما اینن هم مسئله ده چی میگم. او 15 سال درس خوندگی است من 15 سال نخوندم. او دعوا از زیایی عالم بدن دارم من دعوا از زیایی و عالم بدن ندارم. من نه زیاییم نه عالمم من آدمم تمام. من آدم تولد شدم آدم میمیرم دیگر یگان چی نمیشم. تو همون مردن من آدم میمونم. آدم آمدم در این دنیا باید آدم برم این دنیا نه زیایی میشم نه عالم میشم نه کیهانورد میشم نه دعوا از او رنگ نوار پیشوا و اساسگذار صلح و وحدت خیلی چیزا نه. من آدمم آدم آمدم آدم برم. من میخوام آدم برم این دنیا نه عالم. عالم شدن آسان است آدم شدن قین است. آدم تولد میشونه که آدم نمیشونه. خب بیا سر میکنیم سر مسئله گپی همون بگیم که زیایی تاجیک. در همون چیزای زیایی تاجیک چی میگه؟ زیایی تاجیک گفت که آخران شانسی دولتداری تاجیکا هست. ما گفتیم همین 100 سال میگیریم 100 سال در همین 100 سال حدودی دولت تاجیکا چند خبر و چند خشید حداقل نمیدونه که ما حدودی همین 100 سال هم شد دولت وجود نداشتیم. اینه میره نمیدونه زیایی تاجیک است
ما حدودی 100 سال قریب، یعنی 100 سال میشود، 100 سال پیش که بگیم ما یک دولت وجود نداشتیم. ما در حیاتی بگیم که همون ازبکستان بدیم، یک اوبلاست بدیم، یک автономی بدیم. این میگه که در 100 سال 100 مراتبه حدودی دولتداری تاجیکا پایان شد. اینا بیا میگیریم از اسماعیل سامانی. ببین چه خیلی مغز سر شما دا بازی داره. اسماعیل سامانی 100 سال پیش نبود. او دوره اسماعیل سامانی، او در دوره اسماعیل سامانی دولت بسیار دولت‌ها نبودن. بسیار دولت‌ها در حدود دولت اسماعیل سامانی بودن که آنه که ما در حدود ازبکستان هم چه автоном قرار داشتیم. ببینید چه خیلی نقطه را میاره که سر شما دا بازی میکنه. آخران شانسی دولتداری تاجیکا است. ما از همون 1000% 1% دولتداریمون ماندگی است. ما باید این را حفظ کنیم. خب خراشو چی باید کرد؟ این تا زیایی چی باید کرد برای را حفظ کردن؟ باید ما راضی باشیم که امام علی اولاد اجداد کژدماش خطی ابدالابد بیسته در بالای سر ملت. تمام دیگه. شما زیایی رو چیکار کرده ایستادین برای حفظ کردن این وطن، برای یکتازی نشیدن این وطن؟ سوال برای شما میآید چیکار کرده ایستادین؟ روز دولت ولایت به ولایت، قشلاق به قشلاق میگردید، مردم افسون میخونی که تو که مردم بگیم که بخبه بیستین همه امام علی را پوچشن که اگر امام علی نباشد دیگر ما نیستیم، دیگر ما دولت از دست میتیم. برای ما تهدید دینی است. ما در حال نابود شوی از دست دادن فرهنگ و مدنیت هستیم. ببین 70 سال لنین مدنیتمون، استالین، خروشچوف کوشش کردن نابود کنن مدنیت ما را، بگیم چیزی ما را، نه که متاسفانه نتونستن. و پیش از من مدنیت ما بود، موند، میمونه. اگر مثلا در اسلام بیایی، اسلام قریب 1000 سال زیاد است در تاجیکستان، 1200 سال میشود در تاجیکستان است. یک سال دو سال نه، 1200 1300 سال میشود اسلام آمدگی در تاجیکستان. تا امروز نه مدنیتی ما را نابود کرده تونست، نه دیگه چیزی مرا نتونست. 1300 سال کلی اسلام حکمران بود. قریب مردم عربی گپ میزد، نه که نوروز 100 200 300 400 از بین نرفته است، برای که مدنیتی مردم است. و لباسی مردم هم از بین نرفته است، نه که در روزی که اروپایی ها شما گلستوک بنده آمدین، مرد دخترها را گرفتین، همه را کنیلیچ کردین پرتافتین، بچه ها را همه را شورتیک پوش کردین پرتافتین. این طرف مردم تیزتر قبول کرد، نه که 1200 سال 1300 سال میشه و قریب اسلام در تاجیکستان مسلمانی است، کلا مردم عربی گپ میزد، بازم لباس تاجیکی خیچانه میپوشیدن، گرچند با بلوش در یگان چیز دیگه میپرتافتن، نه که لباس تاجیکی داشتن. امروز بالا هم هوی، پایان هم هوی. مدنیت پرست، ملت پرست و که بدیل شما ما اسلام بیاید کلی ما از بین میریم، همه از بین. ما مدنیت ما میدادیم، ما این چیزا را میدادیم از بدن تاجیک. بر وقت این 300 بار دولت رو غصب شدن، 300 بار گرفتن دولت را، 300 سال 400 سال 500 سال حکمرانی کردن، نه که مدنیت تاجیک و چیزی تاجیک بردن نتونستن. فرهنگ تاجیک با تاجیک است و با تاجیک میروه. این را هیچ که از ما گرفتن نمیتونه. یگان چیزی را گرفتن نمیتونه، یگان ذات دنیا. میفهمی امیرم؟ خب ایشا فهمیدی با فکر ما کی جون نامو چی بود؟ یک زیایی جونی فهمیدی که چی است. و در باره گفتی که
دیگر آدمی نمانده است بحث کنی، یعنی همه تندروی، یعنی سخنهای بد از میان پایان فرامده رفتگی است. سخنهای سیاسی تو فکر نمیکنی 30 سال از میان بلو گپ زدیم نشید؟ همین چیزا درک نمیکنی؟ یعنی کی آورد مردم در همین حالتی که از میان پایان کنه سیاست؟ همین یک بار تو زیایی تو باید میگفتی کی سیاست به این روز آورد رسول؟ پیشوای معظم تام خلاص در داخل عدالای تاجیکستان، در مکتب، در دیگر جا پیش یک دیرکتور، پیش یک رئیس تو کنه میدونم که خطی شاید کم ترسوز گپ زنه، یک کم بغل بروه از میون پایون گپ میزنه فلانی چه نه میدونی میره. ما یک زمانی پیش رئیس جماعت در اومدم، پیش رئیس جماعت در اومدم، یک کاغذ در کار بود، نمیدونم چه کاغذی بود، گفت که رئیس دبر رئیس همون چی میکنه میتونه. رفتم رئیس جماعت خواه ساعتی کوریه خواه کاتبش استودگی بوده است. برای چی ما ایران برآمدیم بگم بود سبب باشه. رفتیم از جای خدمونه بود، کاتب گفت که رئیس استراحت داره که روز غم نته. گفتم ساعتی کوریه رئیس استراحتش وقتی مرا بود نمیکنم. من در زندگیم ساعتی زندگیم رفته استوده است. رئیس اگر خوکنی باشه برای خونش در خوک کنه، این طری پرابلم نیست. برآمد خو خیست گفت جدت که دودار جدت که گفت خیلی بفهمه ما جدت کردم. ای خو خیست ما پرافم گپا گفتم کدام چیزی را گفتم او خطا گفت و گپا. ما گفتم محترم رئیس، گفتم یعنی اینه چیز اشتباه است. اینه وقتی ما خطای او را گفتنده میدونی ای جوش خسته چی گفت؟ بخی دین نخویشه یک کابینت گفت، بخی گفت فلانی و چوز جرست همه برارم. وقتی اشتباه شا گفتم که ناتوغری است این چیز، یعنی خطا کرده ایستادیم. میفهمی میرن میدونه کدام نمود از میان پایان بردگی شما سیاست داشت تصور کرده نمیتونین که خلق عادی روزی درست سیاستی از میان پایان بگیم که وامیخرن. یگان جماعت هم بدروی ای میان پایان، اداره هم بدروی ای میان پایان، گفتی هم گپو عدل بدروی وابشه از میان پایان. میدون چخیل مردم مجبور شید. بعد امروز اومد دیگه گپی خوب نموند با او و ما میان پایان فرامدیم. کاکای پریویت تاکای اتویت میگن کو چخیل سلام گرفتن هم که علیک میگیریم. بعد ما میان پایان ما هم گرفتیم فراوردیم. درباره گفتی گلای تاجیکستان شعر نوشتم، مردم گفتن که گلی رژیم ده شعر نوشتی. راست میگن، راست میگن. برای یک تاجیکستانی حق نداره او را دست کنه یا نزدیک شوه، حداقل با بوش پول میسپره. بیا هر دمان یک بگیم که در همین مسئله نابودشوی تاجیکو، دولت تاجیکو و غیره ما ترا صدها گپا تما دارم، ما هر دمان صحبت میکنیم در همین مسئله ها. چی به تمام مسئله را میاری در سر مردمی کم بغل میزنیم. این اولین چیز است. دومین چیز گفتی که من سیاست شناس هستم، یعنی که من سیاست شناس تحلیلگر وضع میبینم و بگیم نگاه میکنم جوابش میگم که مثال چی میشود، چی شده ایستاده است، دهه چی میشود، ناحیه چی میشود، شهر چی شده ایستاده است، سیاست کجا رفته ایستاده است، یعنی تحلیل میکنم. هم خلاص ولی وقتی تر ژورنالیست سوال داده ایستاده است که درباره مهاجرا، تو میگی که من متخصص مهاجر نیستم. تو متخصص چی یعنی متخصص فقط همون دین، فقط خطر داره. این مهاجرا اروز شده رفتن نیمش، این جوانا رفته زنگ گرفته در اونجا گرجدنی شده رفته استن. این خطر نابود شوی تاجیک نداره. تو فقط دین خونده، تمام همون خطر دین خونده، دیگه چیز نخوندی. تو فکر نکردی که قدر
دوملو ایشون ایمو خطون آوردن در ماچیت در دیگر جو موندنش همش ملو رکت ملو گفتی هم گپو ملو باندیت ملو کاتازان ملو کایف کنو رو آوردن هم ایجو دموندن ملو تون از میون پایون بردن دینا همین را بر فکر نکردن شما چیزی هست که بازوری من میشود تو وقتی سیاست شناس باشی برادری عزیزم تو باید وضع سیاسی یعنی مهاجرا را سیاسی چه از سیاست از نگاه سیاست چرا مهاجر شده ایستادن چرا ما اون سال مثال گیریم 1 میلیون بده مثال 1.5 میلیون شدیم سالی دیگه 2 میلیون شده ایستادیم چرا مهاجرای ما پیش اول از سین سالی مثال 35 40 بگیم ای سال مهاجرت میشیدن سوال برای که او خونه داشتن زن داشتن کودک داشتن مجبور میشدن که بروان مهاجرت کنن سینای سال بالا یعنی 40 35 38 45 اینه سال اول مهاجر میشدن چرا سال تا سال مهاجرت ما یا شیده رفتن گرفت که امروز 16 ساله 17 ساله پاسپورت 3 سال 18 کده اوی خورده ایستاده است تاجیکستان اینجا را یگان بار فکر نکردی یه بار فکر نکردی که چرا مهاجرتی ما 3 سال پایان شده رفته ایستاده است نه اینکه اوجا افزود 2 میلیون شد 3 میلیون شد بلکه 3 سال چرا پیش مهاجرای ما بدن میرفتن او نه کو اماکیوی که بگیم که 40 ساله بدن 45 ساله بدن 48 ساله بدن 50 ساله بدن اوجا خیلی زندگی های بچهش زن دادن در کره یا خیلیش دخترش شد دادن در کره خیلی با تاجیکستان نونش میرسید بخره لیکن همون کم ترک همون در کارش دانه میرسید رفته 1 سال نیم سال کار کرده می اومدن همو هم در 2 سال 3 سال یه بار میرفتن یه بار بعد سوال پیدا نمیشه که چرا امروز مهاجر ما تا 16 ساله اومد 3 سالش خم بید 16 ساله را چی مجبور کرده ایستاده است که برای 16 ساله دخترش داده است 16 ساله بچه زن داده است 16 ساله گفت هم گفت چیکار کرد در حالتی که حداقل بخونه اونیورسیته حداقل بود کنه مکتب حداقل بخونه اونیورسیته بعد بزنه برای مثلا زن بگیره که زندگیش در کودکدار شوه بعد برای خیلی برای زندگیش نشید برای یکی 16 ساله 17 ساله کودک چی میکنه در روسیه گفتگی سوال برای تو پیدا نمیشه چرا 3 سال مهاجرت ما را تا 16 را آوردیم رسوندیم تا 15 را آوردیم رسوندیم چرا مهاجرت اویلوی شده رفته ایستاده است نه اینکه بگیم که یک پدر خاندان بروه یا نمیدونم یک کلان خاندان بروه چرا امروز اویله خطی رفته ایستادن چرا امروز تاجیکا میروان مهاجرت آمده نمیتونند وطن 2 سال 3 سال نمیگوی که قیمتی راه کار کردن اویا کمپانی های امام علی رحمان و تلاش امام علی رحمان همی است که تاجیکا بگریزن ایجا نمیستن همه آدمای کمتر با عقل اول میگریزه اما هر جای دمی مونه بی عقل بعد میمونه آدمی که کم ترک مفکوره داره کم ترک عقل داره اما وقتای جنگ ده ببین اول کیو گریختن رفتن زیویی گریختن کیو گریختن صنعتکارا گریختن اکتیورا گریختن ارتیستا گریختن برای چی برای که او فعال جامعه بودن او میدونستن که چی میشه عاقبتش کی گریخت رفت اول او گریختن بعد کی گریخت بعد او بعد قفا موندگی دیم اوروین معلم دکتر بعد او کی گریخت کی موند در جامعه 15 سال که مکتب خونده اونیورسیتت خونده 15 سال در جامعه کی موند رنگ همه خودت باری خودم باری 4 تا توپای با نام زیایی موندیم فهمیدی چی شده که احوال امروز آخران همین ما توپایی هم گرفتیم ای تاجیکستان دیگر فهمیدی اکیره زیایی سیاست شناس وضع سیاسی را انالیز میکنی یه بار نیجور انالیز که یه بار نگاه که اول کی گریخت یکم دیم کی گریخت سیم کی گریخت چهارم کی گریخت پنجم کی گریخت ششم کی گریخت بعد کی گریخته ایستاده است اول مهاجر رو چند ساله بدن بعد 3 سال چی باز توستا پایان آمد چی باز تو 16 آمد رسید یه بار نیجور انالیز که
و ببرو و در این مسئله گپ زد. محترم زیایی باید بیو در این مسئله گپ زدیم. در باره آخرون شانسی دولتداری تاجیکا گفتی اگر این شانس از دست بتن تمام دیگه. یعنی معنای ته مقصد گپی ته آخرش همی است که باید مردم تاجیک باید انقلاب نکنن، باید نخیزن، باید گپ نزنن. همین چی چیزی است دیگه همین سر خم که ما این همین دولت داریم گفته. کی دولت تاجیک از نگاه تئوری سیاست شناس تاریخ شناس تاریخون کی دولت تاجیک اینقدر زاویسیمی از خیتوی از دیگر دولت ها بود، اینقدر میلیارد قرضا گرفته تا ارمیای خیتوی یا که نمیدونم کنوی مدنی تاجیکه که از اونجا باید تاجیکا کار کنن درآمد بگیرن. تاجیک در روسیه کوچه رفته ایستاده است بیچاره. خیتوی آوردن در بگیم که چیزا را دادنش کنوی تیلو و نقره و همه کنا برو آوردن در دست خیتویی داده. کی تاجیکی کار کرده بود؟ شاید خطر نابودشوی دولت تاجیکستان انا بگیم که دین نیست، تروریست نیست، شاید تروریست اصلی، شاید انسانی که تاجیکستان نابود میکنه اصلی این پیشوای تی است برای تر پیشوا شدگی است. ندیده استودی خطری نبره های امام علی رحمانه که یک بلاگر میاره تاجیکا در تاجیکستان گپ زنی حقوق نداره. تاجیکستان مردم تاجیک در یک توالت بدرویا بگیم که تو اگر 5 سومون 3 سومون اتا توالت در اومدن نمیتونه. ندیده استودی خطر را که آورده ورتالیوت سواری و این کار فر این خطر را ندیده استودی اون ماشینایی که خریدگی خونه دچه گاسینسای 600 کوادرات متر اودیخو ایو را تو ندیده استودی عبدالله بودی کی بودی اومد. ما از خوندن اجکیا مینوشی 7 شدگی تو اگر تو مینوشی 70 بخونی کو تر عقلت نمیدرویا یا که بگیم که فهمیده دانسته شما مردم تاجیکن هم که قپیدگی نه 4 طرف فکری مدنی معنوی همه چیشکو جقیدگی که تاجیک صدا بلند نکنه. از این ترسونده استین از این طرف نمیدونم اگراژت کرده استودین، از این طرف کشته استودین، از این طرف همه کار کرده استودین که تا که چیکار کنه تاجیک صدا بلند نکنه. هم خلاص تاجیک صدا بلند نکنه. تاجیک آوازش نبره. همین سو اگه کم تا بیشتیم صحبتمون کنیم. این یا دیوانی پچ کرده در چی پرتفتیه با چی شما میرسونم دیدین دیوانا پچ کرده موسرکا پرتفتگی است. پچ که دوینوی تراینوی او قفاش هم است اگر کامل در کار باشه سفید کوژا روژا گفتی همون گفت در موسرکا اینا خیلی موسرکا در میمونن. این دیوان در تاجیکستان باشه باور کنین در 5000 6000 سومون تون نمیتونین نمی دیوانا همین ترویکا را همش هسته در 5-6 سومون نمی احوال شکو نمیتونه شاید قیمتتر با بتونتون یعنی 500-600 دلار دا نمیتونتون در تاجیکستان. خلاص خوب عبدالله جان یا صحبت میکنیم در باره پولشا 3 بار از بین رفت. 3 بار کلن همچو دولت همچو بیرق داره دولت داره سوشیستوابد نکرد. یعنی که بردن های بین نیست پولشا را بین بردن نه که پولیک از بین بردن نتونستن. ایره هیچ وقت فراموش نکن. هر آدم میتونه تاجیکستان از بین بره نه که تاجیک از بین بردن نمیتونن. او افغانستانی که تو گفته استادی مثال آورده استادی او آورده از ده طالب گفتی هم گپا هیله و نیرنگ چیزی خیچو ندارن اینجا نمیدونم ما باید تاجیکی گپ نزنن دولت تاجیکی نشوه. انمو دولت سومونی نه یک قسمی یکی دولتش نمو تاجیکستان بود. این طرفش بخارا بود. اگر کم ترک گپ زده میتونستی صدا کرده این طرف بخارا بود. او همش گپ است. میتونن یا مدت خاموش کنن میتونن یا نیکی خونی تاجیکی را هیچ که از بین بردن نمیتونه. ما خلق کم ترکک دارم در که جایی نمیدونم این طرف ده این طرف نمیدونم در که جایی همو
یکی هم ترکه از خونی توجیکی یکی ایره هیچ که بردن نمیتونه ایره فراموش نکه 3 بار دولت پولش از بین رفت کلن از بین رفت تقسیم شد گرفتن همه یکی چیکار کردن وقتی پولیک زنده بود برگردوند واستنوید کرد از حدودی بدگیش با زیاد کرد گرفت میفهمین وقتی که پولیک زنده هست پولشه را هیچ که گم کردن نمیتونه ایره یادت نبرو وقتی تاجیک زنده هست دولت تاجیکو را هیچ که گم کردن نمیتونه هیچ که شما فکر میکنین اویغورو را گرفتن خیتایی و ابد است نه 100 سال باشه 80 سال باشه 200 سال باشه 500 سال باشه روز میشود اویغور هم دولت مستقلی خیچه میبرو رایتای دستی ما یعنی این معنای او را نداره که یک از تر بگیره و در بالای سر دیگه ابد باشی تو فکر میکنی سمرقند و بخارا ابد میسته در اونجا در حیات ازبکستان تا آن وقتی که خون تاجیکی در بدن تاجیک هست او را در پاسپورتش چیز می نویسی نمی نویسی او تاجیک است روز میشه و او خون پکلینی رفته احساسات تاجیکی بدن تاجیک بدنشه فرهنگ مدنیتش خون به خون میگذره او را بر در یک امریکا کلان که نیک او خونی تاجیکی داره روز میشه و از داخل میبروین میگن که ما نمیخوایم ازبکستان بودن تمام حقوق ما را پایمال کردی ما میخوایم با تاجیکستان بودن ما تاجیکستانیم ما تاجیکیم میگن ما تاجیکستانیم این زمین تاجیکستان است ما میگه زدگیم لیل نقطی ستالین بالا مونده ایجاره تقسیم کردگی است زمین تاجیکستان است میگه تمام میگذره میره چیکار میکنه هیچ که او را پروتیفش خسته نمیتونه یک کناک میزنن تمام دیگه هیچی نمیشه دیم این چیز ببین چه تاریخ شناس بوده دین شناس بوده چی باز همین دولت امیر بخارا در کوتاه‌ترین مدت بعد دونه سمالیاتی از فنر ساختگی اومدن امارات بخارای بزرگی تر گرفتن یک رامی را اینترسواد نکردی نه چی با شکست خورد امارات بخارا یک تازی بود همین خیلی بود اگر نگاه کنی و فکر نمیکنی که چی با مردم اینقدر اگریسیو نی در برای گل هم بنویسی ترا میگن گل رژیم نوشته استی همین اگریسیو نی مردم فکر نمیکنی که مردم اوجه بیزار شدن رنگ نام امارات بخارا وری حاجی لوبوی کس بیا ایندیس میا امریکانس میا افریکانس میا نمیدونم باور خیتایی میا لوبوی کس بیا بگیره مردم راضی است همین ممالی برام همین چیزایی بر تصور نمیکنی همین عین امارات بخارا همین چیز بود همین یکتازی و جقیدن حق ندادن مردم حقوق ندادن مردم با درجه اومد که 28 دونه اوروس اومد که یک آدم یک شهروند یادی که پروتیفش نخیست همه خلق جوینماز افرزوزه دو کردن که همین اوروس بزن همین امیران نابود کنن هیچ که پشتش نگیرید هیچ که همون 4 تا ظالم خودش درگیردش آخران واریانتش بود که همون گفت خوش مگن اومد گوزه زدن طرف افغانستان گذاشتن رفتن این آخران واریانتش بود چی باب در بر امیر خلق نایستاد امروز وزیر نمی قرقیزستان بزنش در 3 روز میگیرش می 3 روز اگر تاجیکستان نگیره در روی ماتوف که میدونی برای چی برای خلق تاجیک ماری را پیش نمیگیره وزیر قرقیزستان هم خیزه بگم ما میزنم نوبتون میکنم اما چیوتونه باید بگیریم وطن تون خطون بسازیم همه راضی است وزیر اگر ستنه بیای انقلاب کنه چی میگین که شیطان بیزی با شاخ دوره دم دوره میگین که همو بیای انقلاب کنه مردم راضی است همون راضی است محمد اقبال گفت که من تیارم گفت که یهودی هم کاری کنم یعنی که امروز ببینید که چقدر آدمایی که دین خوندگی دین میدونن مسلمان هستن امروز دیگر که تیار نمی کار بکنن برای نابود کردن امام علی این عادی ترین چیز
عادی ترین چیز. عالمای تاجیکستان فکر نمیکنی که چی با دیگه عالما اونجا گفتی همون گپ پول روز دینگوز زدن یا خب کردن، چی با تبلیغات دیگه تبلیغ امام علی را نکرده ایستاده. میگم من فایده نمیگیرم، من میگم مطالبات چند قدر اویل چند قدر پول میگیری تو، چند قدر پول میتند ولی چیکارو میکنی. من یوش همش بعد الهیده ولی ارد مونه و بخریم، بعد من میگم که چند سمی میگیری تو برای تبلیغات، تو چند سمی تو برای ای حکومت پول میته ماهانه که تو کیف صفا کنی بگردی. ولی بیای بعد در این مسئله و بعد الهیده گپ میزنی. چی با دیگه علما گپ نمیزنن، چی با دیگه رو گرفتن رفتن، چی با دیگه رو خب کردن، چی با سوال داد پیدا نمیشوه. عالم زیایی، من زیایی 15 سال مکتب خوندن است. من اچکیم مینوسی 7 شدگی. اگر مینوس 70 شوه اون عقلی که اون فهمیشی که اون وطن دوستی و ملت دوستی که خداوند در اینه جایت نباشه، اگر 70 سال دیگه برای اونیورسیتت بخون در ته حس وطن دوستی و وطن پروری پیدا نمیشه. وطن از بیرون کسی تهدید هم نکرده ایستاده است. نه پوزیسیا، نه نمیدونم، نه انصرالله، نه جنت الله، نه سنت الله، نه قدرت الله، نه نقرت الله، یگان گروه تهدید هم نمیکنه. ولی سهر نوستی ده انصرالله، از گروه انصرالله 2 نفر یا 3 نفر کشته شدن. او یراق نشون میده، یک کم از یراق 2 نفر یا 3 نفر چقدر او یراق میگیرم میگذرم. من حیرانم. بازداشتگاه داشتن پنهان کرده بودن، او قدر یراق چی کار کردن تا کردن. این هم بازم با یک ترس دادن مردم که از او طرف شما در کدامی میویه. کسی نمیوید در حدود. خطر اصلی تاجیکستان نه انصرالله است، نه جنت الله است، نه قدرت الله است، نه نقرت الله است، نه حکمت الله است، نه نعمت الله است. یگان گروه، یگان چیز، نه طالب الله است، نه داعش الله است. یگان تایو تاجیکستان را در کنید. یگان تایو خطر ندارن در تاجیکستان، ندارن تاجیکستان در خطر. همش دروغ است. خطر اصلی تاجیکستان نابودشوی تاجیکستان، نابودشوی ملت. دعوای فرهنگ مدنیت داری که نابودشوی فرهنگ مدنیت تاجیکستانی امروز که هم قدر سطح پایان رفت، دخترها از شرم حیای تاجیکی برآمد رفت، بچه ها از مدنیت ملی غرور تاجیکی برآمد رفت، ضعیف کرد. کی کرد؟ امام علی کرد. کی کرد؟ شما کردین زیایی. با کی کرد؟ با کی کرد؟ ولی یک گروه دیگه بیچاره تاجیکا را آوردن با جای آوردن که هر چی شوه ترک گناهگار، منقود گناهگار، منگول گناهگار، اینه گناهگار. انا مورا ایو کردن، انا مورا او کردن، انا مورا ایو، انا مورا منقوتو کردن، انا مورا مغولو کردن. بچه قدر کردن دیگر گفتی هم گپو پول روز دیگه همو تو تیگل شدی رفتی دیره همه میکنه. نمونوخی کردنی مورا زدن، مورا گرفتن، مورا. امروز مردم نویتلو کردین شما. نویتلو امروز نویتلو بگیم که خطر نابودشوی مدنیت تاجیکی داره. برای چی؟ برای که جوانو را نویت کردین، نویت میکنن، میشینن. جوان دیگه حل مسئله زندگی خیچه، حل مسئله تقدیر دولت آینده و مدنیت فرهنگ خیچه دیگه حفظ کردن نمیتونه، فقط نویت میکنه. تمام. یک قلی دنگرگی از دنگره، یک قل، یک ده مرده، یک انسانی که توپوی است، الکتریکی خوندگی است. الکتریکی حقی فقط رازویدکا چسبوندن است، ویکلوچاتل موندن، لامپچکا کروتیت کردن است. این همه قدر وظیفه را خوندگی است. امروز 30 سال شد گفتی همون گپو توری 7 سال 15 سال حضور بینی خوردی است. گوشت میخورم چه بالا یا مشتی و گوشت هر دو شد شه.
امروز شما کردین این روز دووردین رسوندین. امروز عالم شدگی است کو چقدر 15 سال خوندگی انسان تو یک در پیش الکتریک سرخم میزنی. حقی گپ زدن نداری، حقی نوشتن نداری، حقی گفتن نداری. فقط هم قدر حق داری مردم شما آرام شوین آرام شوین لطچه در دستت ما نابود میشیم آرام شوین آرام شوین ما خطرهای از خارج داریم آرام شوین دیگه کار نداری ته دیگر کار نداری ته وظیفه ایت بعد از فهمیدن آموختن سیاست باید مردم دعوت کردن است که مردم ما خطر از بیره نه خطر نمیاد در پیش مونایی نمیمومالی خطر این اولادش این گودکاش این زن فرزندش یه دولت اویلوی کردن هم مرا پولو را دست دیدن بردن تیلو را برده استودن خارج ده پولو را بردن سویتای ملت 30 سال شد فروخته استودن سویتی ملت کستاتی همون فخری تر ما دیاد دارم حتی که این چیز هست در یه جا نوشته موندگی هستم همون گسه که خط میکشن همون خط گفتین که برین یک بالا بکشن کلان کده بعد دویمو همون را سیومکه کنین مردم در نشون میتین که او پسیده است گفته مردم باور میکنه بعد سویت نتین یعنی که این خدمت های خط هست این را میدونی خودت خوب میدونی که چقدر راه نشان دادگی برای امام علی را برای فن کردن مردم این خدمت خط است خدمت خلصونه خودت 30 سال میشه و سوید نیست 30 سال روحانی و روشانی و عالم روشن فکر کجا دهید چرا دای بارا گم نزدی 30 سال شد میلیونا در افغانستان فروخته استودن پولا در همون طالب فروخته استوده است در همون انصرالله و اسدالله و نقرتالله و قدرتالله فروخته استوده است او طرف ده او طرف ایران فروخته استوده است این طرف ازبکستان فروخته استوده است پولا کار کرده است گودکای تاجیک مردن عالم شرق شناس غرب شناس شمال شناس جنوب شناس یه بار نگفتی کدام احوال در تاجیک 30 سال میشه و عالم سیاست شناس مردم اتپلینی نداره مکتب اتپلینی نداره خانه را میمونیم یک مکتب اتپلینی نداره که مکتب در خانه سینفا گرم شود که گودک 7 ساله در تخته خنک خیتایی لطچه دختر تاجیکستان در فروخته استودن طلبا در تای کنش مونده بشینن عیب شرم نیست در 30 سال عالم دایی برا گم نمیزنی شرق شناس غرب شناس شمال شناس جنوب شناس باور که گه میدونی امیره گهی شما واری عالما کو گهین گه استدن و پیونسکه خوب باید که میزنه رقم میگه نه امام علی رو برکو این همی روز ده مرا امام علی آورد رقم میزنه میگه این همی روز ده کو مرا امام علی آورد ایتدن و پیونسکه خوب باید حدی اقل هم که گپا میگه حدی اقل بعدی زدنش کو درک میکنه که کی او را در روز آورد زنده باشم وطنم پدیلیتش که رویش که با همو علمو تا گفتی همو گپو علموی گذشتگی دمروی که بزنه بروا او سیاست نمیفهمن مدنیت نمیفهمن ما برای چقدر شما از میون پایان گپ میزنیم برای که شما وطن از میون پایان بردین تمام سیاست تمام رفتار دخترم از میان پایان رفتار میکنه و غیره هم از میان پایان است ما امروز مجبور شدیم که قطعی شما از میان پایان گپ زنیم بیو مرد هستی سعیدینید میکنم هر دمان میشینیم درباره وضع تاجیکستان گپ میزنیم ما 1000 سال دوره اسماعیل نمیریم 300 سال دوره فلانی نمیریم 100 سال دوره امیر بخارا نمیریم 30 سال اخیر گپ میزنیم 30 سال اخیر تاجیکستان چی بود کی بود خلق چی داشت مردم مدنیت غرور بگیم چیا داشتن و در همی 30 سال مردم کجا اومدن رسیدن ما 1000 سال نمیریم نمی 30 سال ما میخوام قطعیت صحبت کنم تا از روی اینم علمیت صحبت که نمو 15 سالی خوندگی کتابو تا بگی جمع که ولی با کتاب هم نوشته با مرا بعد هم کتاب تا روی که اگر ایلاش باشه خونده ببینیم که چی نوشته گی در روزه بران یکی من میگم که
давай марҳамат ки шеринам ҳардумон суҳбат мекунем. Pan podjedzie troszeczkę. Не, я иди, я już. Do pani przyjdzie tam. Ина омад, мега ки ҷои ма иҷа парковка накард. Ман гуфтем нема мерам. Роҳеш ки ба олимои гузаштагита гуфтиам гап. Ҳафт пишти олимои гузаштан ку аз ҳамо аз азал олимот хиёнат кардагиян омадагиян. Фарҳанги тоҷика аз байн бурдан, маданията кӯшиш кардан, алфавитои форсии тоҷика аз байн бурдан ва ғайраро аз байн бурдан, ҳамаиво қаҳрамон гирифтан. Шумо ҳаматон ку любой олимат она тобара ку предателе. Ман мардак ворӣ мегумира, ягон грамм шаги шубҳа надорам. Дар гапам 100% гарантӣ метавам дар дастам бизанам. Тамоми тарихи олиме ки имрӯз қаҳрамон дорем ку ҳамаша мебардорам. Тарихша худо бизанам, шоҳид худо аст. Тамоми олимта ку дастишаша мебарорам. Кадомиш ки хиёнат ба ин миллат кардаги аст, фарҳанги миллат, алфавити миллат кардаги аст, ҳамата ку статуси хоинитона дар дастон метавам. Мурдата суд мекунам, мурдата суд, ҳайкалота нобуд мекунам. ӯ инсоное ки барои наи ватан ҷон додан ку дар ҷои шумо ку ҳайкалои ӯро мемонад. ҳамидем яке аз он ҷумла ки битарс аз он ки ба ҳамо 15 соли мактабхонӣ рӯзе мешавад ки ма не балки ту хиёнат мекунӣ дар ин ватан. Ман хиёнат накарда истодам, ту хиёнат карда истоди дар ин ватан. Ту дар миллат хиёнат карда истоди, ма не. Шумо олимо хиёнат карда истодем дар ин ватан. Мо хиёнат накардем. Мо просто аз зур омад биромадем, дигар чора намонд. Шуморо иқа бовар кардем, дидем ки шумо олимо ридестен амара. Дидем ки шумо фан кадестен. баъд биромадем. Зинда бош. Роиш ки ба олимота, ба гузаштаги олимотам роиш ки смс қатӣ тамошош кунад. баъд туда роиш кунад чиша ҷавобша. Олим, шарқшинос, ғарбшинос. Биё ма хатта гап занам. Чанд қамефорат бе дашном, бе ақорат ма хатта суҳбат мекунам. хоҳӣ агар 100 соли пеша суҳбат мекунем, хоҳӣ 200 соли пеша, хоҳӣ давраи сомонира суҳбат мекунем. не ки мо неми 30 соли 32 соли ки шида истодааст мустақилимона суҳбат кунем. то имрӯз мо ҳамчун як давлати тоҷик вуҷуд надоштем. мо ҳайати ӯзбекистон будем ва масофа калон шид, масофа майда шид, масофа иваз мешава. муҳимаш аст ки охирон тоҷикам дар рӯи дунё бимона, ӯ маданияти худша, фарҳанги худша бигем ки аз даст наметад. барое ки ӯ тоҷик бо маданияташ тоҷик аст, тоҷик бо фарҳангаш тоҷик аст. фаҳмидем? гирифтем як барбар духтара мара кунилич кардем, партофтем дунёро гуфти ҳамун гапо либоси миллӣ гуфта мара кунҷумбон кардем, раққоса кардем, рӯзи дроз консерт туи рақс гуфти ҳамун гапо. шумо вори зиёиё тоҷикистона ҷазир кардем. мардум ба бӯи шумо зиёиё марди корши ғулом шидан рафтан. роиш ки ба ҳамо худо раҳмати зиёиёта тамошош кунад.